سلام بچه ها، چطورید؟ دجاواد هستم. اومدیم تو این ویدیو پارت 2 بازی ماکو بگیریم. تو این پارت ما یک دوست داریم به نام کسرا و کمک کنیم. اگه میخوای سلام کن کسرا، اگه دوست داری. سلام، منم به جواد کمک کنم. بریم جواد. بریم استارتو بزن، بریم برای این پارت حداقل یه 30 روز زنده بمونیم. بزن بریم. خب بچه ما اتفاق شدیم این کوه بس با ما اول دنبال ویلیج پیدا کردم. یه بریم سمت ویلیج. اگه ویلیج باشه چون خونه است. جواد اون مشاور میبینی اونا بازفای اسپام میکنن، حواست باشه نزنی بهشون. میدونم، مرسی که گفتی. ویلیج پیدا میکنم. چوب داری جواد؟ به من بدی یه ذره. چند تا ببینم دارم. 2 تا دارم. خب یه من کف تیبل ساختم. میتونی برای من یه دونه دست تول بسازی تا من سنگ پیدا کنم؟ باش. بسیار چیجی با اینو بذارم؟ من گذاشتم. جواب بارک چیه؟ وسیله‌ای که مثلا بتونی بسازی یه جور مثل استیچ ماینکرافت، ولی استیچ نیست. نمیدونی چجوری باید کرفتش کنم؟ آره تو چوب بده من کرافت کنم هرچی میخوای. فهمیدم 8 تا چوب میخواد. تو باید چوب بکنی 11 تا چوب. یه من تبر ساختم برای خودم، برای تو هم میسازم. برای منم بسازه. خب این اولین درختی که زدم، این از دومین درخت. میره شب میشه جا آمون شد. آره زم شب مردیم. این دفعه شب مردیم. شمشیری بسازش، شمشیر تبر بساز. شمشیر آلک نکردم. یه دونه پیککس ساختم. یه من عکس ساختم. همیشه به زنده بمونیم جای شکر داره. آره بیاریم سمت خونه‌مون داشت. وایسا بود من حمله شده. ببینم یکی پشت میگم فرار کنیم داشت. خب من باید فرار کنم. کسا دنبال مرگ نباد. کسا بارو تو خونه منم نمیتونم موقع با این همه جون. وای اوه نه تو خونه بذار صبح چه صبح داره میشه. برید صبح شد. فقط من با HP 2 فکر نکنم تا بدون غذا زنده بمونم. کسا فرار کن. بزنی چجا میتونی؟ بس 4 تا هم میشه به ترایار دیگه رفتم همه چون یوهو میگیرم پسر هنو زنده میشه. مردم داشت حاجی جدی من خسته شدم. دیگه بگیر. خب بچه ها این هم از این ویدیو باختیم ما و دیگه به توان و اینا نیم. ما واقعا با تعدادمون زیاد باشه. سعی میکنم تو ویدیو بعدی تو ویدیو بعدی یکی دو نفر دیگر هم بیارم، چون واقعا دیگه نمیتونیم جدی. و مرسی که تا اینجا ویدیو تموم کردید. تا ویدیو دیگر بدرود.